خواستم یه بار دیگه این شاهکار خلقت رو که شهرداری شهراره باعث و بانیشه رو براتون بگیرم. الان دیدید این جاده ورامین که این شهرداری شهراره به خاطر اینکه 2 تا کمربندی بزنه نمیزنه. همین الان یه آمبولانس بغلمونه که الان رد شد. حالا خدا بداده این مریض برسه. بدون استثنا شک نکنید که این مریض از دار دنیا میره. اینو شک نکنید. این یه گرفتاریه که مردم این ورامین سالهای سال با این مشکل مواجهن، ولی شهرداری شهراره اصلا به روی خودش هم نمیاره بیاد یه کمربندی بزنه تو این محدوده قلعه نو، مردم از این گرفتاری نجات پیدا بکنن. اگه نگاه بکنید میبینید که این در واقع آمبولانسه همچنان داره جیغ میکشه و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و همچنان تو این جاده حالا باید راه بره و اینجایی هم که ما هستیم تقریبا 4-5 کیلومتر مونده که از این ترافیک وحشتناک همه روزه خلاص بشیم.